بشینی؟ که با 4 تا راه تو دیدنش. اصلا چه که با تو بگو. تو بخیر خود چی بشینی به خیر نبینی. تو خیر نبینی. که من به خونه افتادم ندارم که همینی به خیر خود پاره میکنو خیر عجیبونی خود نبینی. من خودی بیار خود گپ بزنم. یک دقیقه دیگه من به خونه تو نمیشینم. بعد خرج مصرف بده. خرج مصرف. تو مشکل بخیر. کمر تو خدا مشکل تو به دیگه داره ببره تو بالا میکنم. ها که یکیه؟ چی که داری؟ اصلا ما کدو قبرستون به تو خرج بیارم. چه کار کنم؟ وقتی که هر روز اول فکر میکردی. تو بیکاری هستی. بیکاره چونی؟ تمام مردم کار میکنن پس تو خونی هم که تو باشم خیال باشم. بس اینی به بخیر داغشی پرتکا. تو بخیر خوشی بسینی و پر زنی. بفهمید. چه کار گیل لکچر گریه میکنی؟ به چی خاطر؟ حال گپ میزنی یا گریه میکنی؟ نه حال گپ چیه؟ حال گپ چیه؟ چرا گریه میکنی؟ تو مثلا خسول خو زبر که گلوم خوشه نیلیلا برفت مثلا خسول خو سه شای میشه زن من برفت به خونه خسول من به میمونی؟ نه خب پس به چی؟ من نفری میکنه که من برم به خونه تو برم یک لقمه نون نیاب تو بیکاری به سر کوچه ها میشینی پول نداری خرج نداری من اکثرا خسول مثلا پیاخ و سلت که من بینی که نفری میکنه میگه به سینه و بابا آها پس گپ من نفری میکنه به جوون نیو گپ پس اینه سیکو گیلک جو ما هم زن خونه داریم برار خوب بگردم راست میگه به یک حساب کنی او راست میگه اگه من خودم به می خونه خونون نبرم مثلا اگه برین نبرم روغن نبرم گاز نبرم همه تا صبح من نفری میکنه برار خوب بگردم تو جوون نی تو عمال به خاکی که بمیری من که جوونم سرغی تو تاشون بیکاری به سر کوچه شیشته اختلاط میکنی برو کار کو این تنر تا کی تو کلون میکنی تو به تنه چی کار داره شطور هم تنه داره همین درخت بی ثمر هم تنه میگم من وقت کار تو به سر کار بودی میرفتی کار میکردی و تو نفری میکرد نه گیلک جو اگه تو کار کنی کار هسته کجای کار تو همیت بیننگ هستی تا شم غلطیده بیننگ نفته کنه میری تو نه خب چرقی خب من به تو راست میگم اگه تو کار میکنی بیام تو سر کار ببرم کجا تو میبری کار نمیکنی آخه به تامی سرا کم کار مردم سرا جامعه من به نجیلاش بیلا من میدم تو یک دفعه کار بکو اگه کار کردی مرتکه قطر نداد بیای خان بگی که ببرم قطر بستونم نه تو بگو باشه من پیار ازیر ببینم گردانم من به شیطون میگه پیار ازیر آدم سرخو بالا که بزی به چه میجور که مثل عکه بری به کلاخ افته کرد اگه به جا پیار ازی باشم تو دیگه به چهار طرف قرآن نمیدم چرا دختری من نفری میکنه گوشنه یه مرتکه راست میگه چیکار کنه گوشنه مرض بخوره هم خود تو گوشنه بشی رفته میتونی ها بلیا برو کار که تنر تا کی چون کلون میکنی برابر یک گنبد خونه شدی آخه تو کامله آفرین همون زن که با خونه تو تاله بشیشته ما به جا ازی بوشم 1 ساعت دیگه نمیشینم میرم برات کار کنم میرم با خدا نیلیلای میفهمی تو اگه زنی نمیبینی گردنم اول باشه تو روز 40 دفعه طلاق میدادم به می اخلاق تو تو که برای زخم من نمک بریزی میای یک سری تو که خیلی اخلاق داری آفرین همون که میگم بشیشته و بی اخلاقی تو تبشم لنگات تو درست تو بیا برای زخم من نمک بریز تو چری من یک سری گیلک روز تبشم تو همین مردم تو بیکار میکنی میشینی اختلاط کرده خود مردم تا دلو که به تا تو وجود بازی میکردی آفرین همون دخترم ماما که خونه تو طالب بشی آنه دعوت کنه چه کاره؟ به سلام علی بیایم ای بس که مردم با تیر شده بتونه کاکا خوزو غیر نکن چو چرا شما من دختر شما من نفری میکنم بگو با تو دل نانه من خدا بمرد گریه میکنی بله با دل نانه من خدا بمرد گریه میکنی مثل نانه شما خدا بمرد گریه میکنم برای تو مثلا شما ماره کجه کی بیا کبری من نفری میکنم من اصلا شما بیری کرده که تو نون نداری بخورم من خوب کاره که من بودید پاتور مشکستونم که چره؟ تو بدبخت تو میتونی تو یک زن نون داده نمیتونی ایتنی تو چی بکاره دیگه خود ما دختر خور آوردم خونه خو تو جمع کرده نمیتونی نون داده نمیتونی
شما با خود کله گنده خو خرج میدیم. بابا میفهمی گیلا؟ نه من یک چیز به تو بگم که به خیر خوشی برنج، روغن، چای، دشلم چیزی که به خونه فرزیاد بکاره تا 3 ماه اگه خرج خوردیشتی که خود نبیادم به چشم سر بدینو که 3 ماه خرج تو بود بعد میره کجا باشه؟ به خونه تو بعد بیای زن خود ببری اگه نبردی ندیشتی ایتا به زندگی دیگه روی نخوادیدی. نه سعی کنیم حال خوب نیه. اصلا پیر و مادر بوم موره. تو بمیری. تو بمیری خود بمیری. چرا تو من نفری میکنه؟ خود پاره میکنه. بد میکنه. بعد تو میکنی که میگه پرمیدی. من میاسته که شما یک شو از من کلونتره. امیدم ترش نزد که خود تو کیف کنی. بفهمیدی من لیاس خسردنی میگیرم. بفهمیدی نفری میکنه. خوب پاره میکنه. خیلی او مادری و پیاری نبینه. من خودی که لقمه نونی نباشه نفری میکنه. خیلی نبینه پیاری. یالی چای پیدا نمیشه. من که میگم خیلی نبینی ما به نوروز. خیلی تو نبینی. بفهمیدی. برو دیگه برو. برو دیگه. دیگه به در سر خود تو نبینو. میزنم تو برو دیگه. بیستو خور بکنم. برو دیگه. بفهمیدی. بشینی به پل زنی ما به نوروز. تو دیگه شرم آیون. تو میگی صبر کن. خیلی گنده سیکو. تو زن خون نون داده نمیتونی ما میگی زنم تمنده که بیای به خونه تو بیای. شما جو برارم تو که کلون شدی زن خونه کردی زن خود جمع کنی کار کنی که میتونی که نه جمع خونه تو نره. راست میگه کجی؟ رمجون نوی اشتنی خیریاتی برارم نگاه داریم کار دارم. کجا بخیر؟ اشتنی شما اشتنی بخیر سلامتی؟ شکر. ما بله داریم فرغونه داریم. به جوکنده؟ برو. میگم رمجون جو. جان. یک گپی برارم به تو میگم خوب گوشا خواه کن. تو زم خوبا بخیر. بگو. اماری گیلک دیدم. گردنم بند باشه دل مبری و کباب شد. ایره میکنم میگو زن من نفری میکنه من زن من را بیرو کرده که تو نون داده نمیتونی خوشو من زن پیش میکنه که ایشو تو بکن نیه مرد کار کرده نیه نمیتونه تو جمع کنه گیلکم گیره میکنه دل من میتبری و سوخ برو خودی همین مامان روز قبلی بگو می گیلک گناه داره سعادیه قم امیر بخور خیر ولی دست تنگتره کمک بیننگتریه کجی جان سکو تو خوب گپی میگی به یک حساب اگه سعی کنی گیلک ملامته به یک حساب اگه سعی کنی کاکام و دختر کاکام و زن کاکام ملامته اول دیومی گیلک زن خور خرج داده نمیتونه خود تو میفهمی که به خونه خسور خو میشون اون به خونه کاکام مده بیشتر وقتا نون و چای را خونه کاکام بزو میبرم میدم چون نمیتونه زن گوشنه مادر میبینه که دختر هیچ چی نداره مجبوره بده اونا هم به تنگ میایم میگم تو خود همی تنه قربان بی غیرتی کلون کردی حق داره که زن تو نفری کنه به خاطر که تو یک زن نون دادن نمیتونی تو اشته زندگی میکنی نه شکرم جون گناه داره گیلک رفیق منه ما جو مال حمایت نکنم کی حمایت من یک چیزی به تو میگم به تعم دیا مال ما و شما تا شوم میته یک سره کار میکنه شلی لاتکو شلی جوشتی ای گو جام کو گوسپند جام کاربار مؤمنه تا شون به خونه غلطیده یا کجا میاینون بابا اگه تو هم میتونی پا بگی خسور اگه بیشتر با کو بالا میشه باز من خود کاکام من خود اینا رفت آمد حل ندارم کاکا اختیار خور دارم باور کو اگه به یاد ما باشه که من کی نون خونه کاکا خور بخوردم همه دوماد اینا خود اینا اختیار خور دارم تو نمیخوری برو شامت برو من رانو تو کچگار من بکندی تاشو خو پیاده برو کاکا تاشو پاکی